اگه فکر می‌کنی همه وینگزها یه طعم دارن پس این یکی امتحان نکردی. یه جایی رفتم که تخصصش فقط یه چیز بود، وینگز، ولی نه اونایی که همه جا میفروشن. اینا یه ترکیب عجیبی با سس داشتن، از تند آتیشی بگیری تا یه چیز ترش و شیرین خاص که حس می‌کردم اصلا تو ایران نچشیدم تا حالا. مرغش ترد بود، یعنی اون صدای خرچ اولین لقمه هنوز تو گوشم. ولی داستان اصلی از اینجا شروع شد. من یه سس تند و شیرین خوردم که جدی انگار داشتم از هند میپریدم وسط ترکیه. بعد یه سس دیگه سفارش دادم، اسمش یادم نیست، ولی تندیش یه جوری بود که اشکمو در آورد، ولی باز لقمه بعدی رو خوردم. جالبه که فضام دقیقاً همونجوری طراحی شده بود، ساده اما باحال. یه میز، یه ظرف فلزی، یه عالمه دستمال که یعنی میدونن قرار دست و صورتت سس مالیشه. نقاط مثبت و منفیش هم اینا بود. سساش یونیک بود، طعمش خاص بود، ولی اگه غذای ساده می‌خوای با دست خوردن و حال نمی‌کنی شاید برای تو نباشه. میپرسی دوباره میرم؟ قطعاً، مخصوصا با رفیقای مزه باز. برای کی پیشنهادش میکنم؟ برای اونه که عاشق سس و طعمای خاصن. بهترش تو تهران هست. راستش این مدل ترکیب من جای دیگه نخوردم. تو هم اگه اهل تست کردن طعمای خاصی، پیجشون رو فالو کن، بقیه سساش هنوز مونده.